تا حالا اسم 207 و BMW رایگان رو شنیدید؟ یه سری خودروها هست توی اروپا و آمریکا و کره و ژاپن که به رایگان گذاشته شده و شما میتونید بری رایگان اون خودرو رو تحویل بگیری. افرادی هم که این ویدیوها رو منتشر میکنن، نمیخوام بگم که دروغگو هستن یا کاملا دارن راست میگن، ولی یه نکته بزرگی در مورد این خودروها. اول اینکه این خودروها کارکرد بسیار بالایی دارن، یعنی حداقل 100,000 کیلومتر این خودروها راه رفته. مورد دوم اینه که هزینه نگهداری این خودروها توی اروپا و آمریکا بسیار بالاست. یعنی شما برای تعویض شمع یه 207 Q5 الان توی ایران باید 2-3 تومن هزینه کنیم، ولی توی اروپا فقط 100 یورو 200 یورو هزینه تعویضشه. حالا جدا از هزینه قطع پس، طرف میتونه به صورت اقتصادی بره یه خودرو 0 کیلومتری بخره که 50,000 تا 100,000 تا 5 سال 10 سال گارانتی داره و دیگه نیاز نیست روزانه و ماهانه کلی هزینه نگهداری اون خودرو رو بپردازه. دلیل رایگان بودنش هم اینه که اساسا توی سوئیس، توی ژاپن شما باید زاپارک داشته باشی تا بتونی ماشین بخری. پس هر کسی که زاپارک نداره برای خودروش و هزینه نگهداریش هم بالاست و حتی اسکاتیا هم این خودروها رو نمیخره، میاد به صورت رایگان عرضه میکنه که هر کی میخواد ببره. شما هم حتی اگه مهاجرت کنید به اروپا، هرگز این خودروها رو خریداری نخواهید کرد.